من میدونم که خودکشی از گناهان کبیره است، اما اینم گناه بزرگیه که انسان خوشبخت نباشه. وقتی خوشبخت نیستی باعث اذیت و آزار اطرافیانت میشی. این گناه نیست؟ این گناه نیست که اذیت و آزار اطرافیانت رو فراهم کنی، خانوادت رو اذیت کنی، دوستانت رو اذیت کنی، خودت رو اذیت کنی؟ به نظر شما این گناه نیست؟ شما به این فکر من معتقد نیستید. شما فکر میکنی خداوند خودش به انسان جون داده، هر وقت هم لازم شد میگیره، اما یه موقعی میرسه که انسان دیگه خسته است، نمیتونه منتظر بشه که خداوند به مصالح خودش عمل کنه، دیگه خودش رأساً عمل میکنه. به هر حال این همون چیزیه که بهش میگن خودکشی. بعدم باید پذیرفت که واژه خودکشی رو فقط برای فرهنگ نامه که نیاوردن، که بالاخره باید یه جایی کاربردی داشته باشه. کاربردش هم الان همینجاست. تصمیم گرفتن یه جوری خودم خلاص کنم از این زندگی. حالا دلیلش هم نه به درد شما میخوره، نه اینکه من میتونم بگم. اگرم بگم متوجه نمیشی، نه اینکه نفهمی، میفهمی من چه میگم، اما حسش نمیتونی بکنی. شما میتونی با من همدردی بکنی، میتونی بفهمی من چمه، میتونی زبونی با من همدردی بکنی، ولی حسش نمیتونی بکنی. شما رنج خودت داری، من رنج خودمو دارم. من میفهمم شما چته، شما میفهمی من چمه، اما حسش نمیتونی بکنی. برای همینم از شما به عنوان یه مسلمان میخوام به من کمک کنی. چشم من بیا منو یاری بکن، گونه هم خشکیده شد کاری بکن، غیر گریه مگه کاری میشه کرد، کاری از ما نمیاد زاری بکن.